آیا با واقع زلالا هاشمی دختر خانم هنرمند کشته شده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی زلالا هاشمی. زلالا هاشمی چرا بعد از ختم برنامه ستاره افغان دیگر و کارهای هنر موسیقیش نپرداخت؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی جنجالی زلالا هاشمی. همسر زلالا هاشمی کی بوده است؟ اکنون مدت 20 روزی از زلالا هاشمی را بوده شده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلالا هاشمی دختر خانم هنرمند چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلالا هاشمی کار در هنر موسیقی افغانستان را از برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان به اوج شهرت و محبوبیت رسانه‌ای برسد. زلالا هاشمی عاشقانه هنر موسیقیش را ادامه میداد. این همه در حالی است که تازه تصاویر زلالا هاشمی در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی مدت 20 روزی است از خانه اش ربوده شده است. این همه در حالی است که زلالا هاشمی بعد از ختم برنامه ستاره افغان دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت و کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد. دلیل دوری زلالا هاشمی از هنر موسیقی ازدواجش بوده است. اکنون زلالا هاشمی صاحب فرزندی است و وضعیت فرزندش هم ناگوار است. تصاویرش توسط دوستانش در صفحات مجازی دست به دست می شود که زلالا هاشمی در کابل کشته شده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا از طرف شوهر زلالا هاشمی تایید نشده است، ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای زلالا هاشمی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلالا هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.